اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، همون گونه که سابقه ذهنی دارید، یکی از موضوعاتی که من میخواستم دنبال نمایم در رابطه با سرگذشت پیامبران الهی بود. یکی از پیامبران عظیم الشأن الهی حضرت ایوب پیامبر است که کوه از صبر و مقاومت در برابر مصیبت‌ها و بلاها و گرفتاری‌ها حضرت ایوب است. و حضرت ایوب در حدود 4 بار اسمش در قرآن کریم ذکر شده و او با 5 واسطه به حضرت آدم میرسد نسبش و مادرش از نواده های لوط پیامبر است. او در نواحی شام به دنیا آمد و در حدود 93 سال عمر کرد که 17 سال مشغول تبلیغ و ارشاد و دعوت مردم و توحید و پیروی از خدای یگانه بود و در زمان حضرت ایوب بت پرستی به اوج خودش رسیده بود. مردم اکثرا بتها و مجسمه ها را پرستش می‌کردند. در مدتی که این پیامبر الهی، این انسان مشفق و دلسوز به مردم، خلق الله رو دعوت به پرستش خدا کردن، هیچ کسی به او ایمان نیاوردن. فقط 3 نفر به این پیامبر الهی ایمان آوردن. دوستان عزیز، پس میخواهم نکته رو به علما و مبلغین دین تذکر بدهم که اگر شما مردم رو دعوتی به سوی خدا کردید و به صراط مستقیم نمودید، زیادی مردم اکثر شماها استقبال نکرد و دعوت شما را نپذیرفت، مایوس و سرخورده نشوید که این شیوه در تاریخ بوده است. اکثر الناس لا یعقلون، اکثر مردم گمراه است و اون جلوه های شیطانی در اونها اثر می کند. خب حضرت پیامبر الهی حضرت ایوب با اون نفس گرمش، با اون بیانات شیوا و شیرینش، مدت 17 سال مردم رو به خدا پرستی و صراط مستقیم دعوت میکنه. فقط 3 نفر به او ایمان میآورد، اکثرا او رو به باد مسخره میگیرد. شما از این شگفت زده نشوید که در بسیار زمانها پیروان شیطان در اکثریت هستند. خب به هر حال حضرت ایوب پیامبر 7 پسر و 3 دختر داشت. این پیامبر الهی در عمران و آبادانی زمین بسیار کوشید، زمینهای بسیار وسیع کشاورزی رو آماده کرد، 1000 هکتار زمین رو زیر کشت برد و این ایوب پیامبر
از ثروتمندترین مردم زمان خودش بود. خب این نکته هم به ما و شما میرساند که خیال نکنید که بندگان صالح خدا همیشه باید فقیر باشه، تهی دست باشه. اسلام با جمع ثروت منافات داره. نه، این زمین رو و این امکانات رو و این نعمتها رو که خداوند در اختیار انسانها در زمین قرار داده، خب انسان موظف است که از این نعمتهای خدادادی استفاده نمایند، ثروتهای کلان رو به دست بیاورند، ولی به شرطی که به اونها دل نبندن، از اون ثروت برای آبادانی آخرتش استفاده کنن و از اون برای کمک به فقرا، آباد کردن شهر و منطقه و کشورش استفاده نمایند و اون نعمتها رو در راه خودش مصرف نمایند. پس بناهن اسلام و قرآن و ادیان الهی با ثروت و با نعمت و اینها مخالف نیست، ولی فقط به این مخالف است که ثروت انسان رو به طغیان وادار کنن، انسان حرص بیورزن. خب حضرت ایوب در حدود 6000 شتور داشت. ثروت اون زمان همون شتور و گوسفند و الاغ و گاو و همین چیزها بود. 6000 شتور که شما اگر در یک منطقه وسیع 6000 شتور را رها کنید واقعا عجیب است. و در حدود 14000 گوسفند داشت و 1000 جفت گاو داشت و 1000 الاغ داشت. این رقمی که در تاریخ ذکر شده است ثروت بسیار بی‌نهایت است و حضرت زندگی مرفه و خوشی داشت. اما این ثروت و این گله های فراوان گاو و گوسفند و شتور و مزارع حضرت ایوب رو از عبادت و کرنش در مقابل خدا باز نداشت. همیشه زبان سپاسگزار داشت، همیشه ثروتش رو برای عمران و آبادی منطقه ها استفاده می کرد، به یتیمان و مستمندان کمک می کرد و در خوان نعمتش فقیر و غنی و مسافر و همه شریک بودند. اما بنده سپاسگزار، خب ابلیس در برابر او حسد برد. شما ببینید که ابلیس و شیطان یک دشمن قسم خورده است، همه را میخواهد گمراه نمایند. شیطان با خداوند گفت خدایا چون ابلیس رو این همه ثروت بی نهایت دادی، این همه هزارون گله های شتور و حیوانات و چنین پسرانی که 7 پسر داشت دادی، به همین خاطر او تو را عبادت و نیایش می کند و سپاسگزاری می نماید و اگر این ثروت نباشه اصلا سپاسگزاری تو را نمی کند. خدایا ابلیس گفت مرا اجازه بده تا بر اموال و سرمایه و فرزندانش مسلط شوم و اونها رو نابود کنم. اون وقت خواهی دید که چقدر حضرت ایوب ناسپاسی می کند. و خداوند برای اینکه این یک سرمشق باشه، حضرت ایوب یک اسوه باشه برای همه بندگان شایسته خداوند، خب تقاضای ابلیس رو قبول کرد و ابلیس رو بر جان و مال دارایی حضرت ایوب مسلط کرد تا
مشخص شود که حضرت ایوب آیا بنده سپاسگزار است یا خیر. خب شیطان تمام امکانات و دارایی و فرزندانش رو هلاک نمود و آخر ماه محرم بود که حضرت ایوب مشغول عبادت خدا بود که یکی از غلامانش آمد و عرض کرد جماعت از اشرار غلامان تو را کشتن و گاوها رو به غارت بردن. هنوز سخن این غلام تمام نشده بود که غلام دیگر از راه رسید و عرض کرد که ای ارباب من، آتش عظیم از آسمان آمد، همه چوپانان تو را و همه گوسفندانی که در بیابان بودن همه را سوزانید. خب این خبرهای بسیار وحشتناک است. شما 10 تا گوسفند شما رو گرگ بخورد چقدر ناراحت می شوید. 4 تا گاو شما رو دزد ببرد اصلا زیر و رو می شوید. خب غلام سومی در همون حال از راه فرا رسید، گفت که گروه از سواران کلدانی و سرداران پادشاهان بابل آمدن، ساربانها رو کشتن و شتوران رو به یغما بردن. در همون حال بود که ناگهان مرد دیگری از راه رسید، گریبان خود را چاک زده با گریه و اشک و ناراحتی خبر بسیار هولناکی دیگری برای حضرت ایوب آورد و اون این بود که گفت که پسران تو 7 تا پسران تو در مکتب خانه بود و سفره غذا جلوی خودشون پهن کرده بود که ناگهان سقف خراب شد و همه زیر آوار گردید و هلاک شد. ایوب در برابر این خبرهای وحشتناک، این همه خسارتهای عظیم مادی و از همه وحشتناکتر که پسرانش تماما زیر آوار شود، دست از عبادت و نیایش خودش بر نداشت. خیلی سخت است. یک بنده خدایی می گفت ما 1 سال در مکه رفتیم، مشغول طواف خانه خدا بودیم، یه دفعه دست به کمربندمون دراز کردیم، اون کمربندهایی که پول میگذاشت، ناگهان احساس کردیم که پول ما گم شده. میگه از همون جا کمر ما شکست، از صف طواف خانه خدا خارج شدیم، البته طواف مستحبی، و امروز تا به اتاق برنگشته بودیم حال عبادت و طواف و زیارت رو از دست دادیم، ولی وقتی به اتاق برگشتیم ساکمون رو بازرسی کردیم، دیدیم خوشبختانه پولها توی ساک بوده، گم نشده بوده است. این خیلی مهمه. حضرت ایوب کوه از صبر است که اون همه دارایی و ثروتش ناگهانی خاکستر شود. خب حضرت ایوب که مشغول عبادت بود، ببینید این انسان عابد، این سرمشق خداجویان، این پیامبر الهی در برابر این مصیبت ها چی گفت؟ گفت ای خدای آفریننده شب و روز، ای خدایی که آسمان و زمین را خلق کردی، روزی که به دنیا آمدم برهنه بودم و روزی که از دنیا می روم برهنه خواهم رفت. تو این همه نعمت و ثروت برای ما دادی و سپس اونها را پس گرفتی. خدایا هر چی تو بخواهی و رضای تو در اون باشد من خوشنودم. اظهار جزع و فزع نکرد، مانند زینب قهرمان کربلا که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام دشمن زخم زبان زدن، اذیت و آزارها کردن
که یک کلمه ناسپاسی از او خواستند بشنود که به خدا شکایت کند که خدایا چرا این بلاها سر ما آمد، چرا عزیزان ما شهید شد، چرا این همه مصیبت ها برای ما روی آور شد. ابدا از زینب یک سخنی که برخلاف رضایتمندی او از پروردگار باشه شنیده نشد، بلکه در برابر زخم زبان عبیدالله زیاد علیه اللعنه که گفت خدا با برادر تو چه کرد، فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی از خدا چیزی ندیدم. این است شیوه انسانهای مؤمن، شیوه انسانهای صالح و موحد، و امیدوارم که این درس باشه برای همه ما و شما تا در برابر کمبودها، مصیبتها، فقدانها اون صبر ما لبریز نشود و همیشه سپاس خدا را بر زبان خدا را سپاس گذاری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.